به نام خدا. مهد دلیران کنام شیران، آری آری ایران. اینجا سرزمینی است که آن را ایران زمین می‌نامند. تار و پودی از ابریشم زرین که گیتی بر سریری کهن از تمدن پایدار گسترانده است. پرچم سرنگ این دیار به وسعت دریاست، دریایی که میلیون ها نفر بر ساحل آن قدم می‌نهند. بیشک آوازه گنبد گیتی دماوند را شنیده اید یا دیده اید که چگونه تهران پایتخت ایران را به آغوش کشیده است. سوگند به سپیده آن هنگام که شکفته می شود. در 22 بهمن 1357 روز روشن بر آسمان ایران زمین برتابید و از آن پس مردم ایران با هم عهد بستند به شکرانه هر سپیده پرچم پر افتخارشان را بر فراز دماوند به اهتزاز درآورند. تا به زخم رسیدی از غیرت، چقدر قامتی در تو به پا شد. قانون و نوع حاکمیت هر سرزمین تبلور اندیشه نیکان و پاکان آن می باشد و نظام سیاسی ایران نیز جمهوری اسلامی است که بر قانون اساسی سال 1358 هجری خورشیدی استوار است. این قانون میگوید دولت اسلامی میبایست به منظور تأمین فرصتهای برابر برای همه شهروندان و برآورده کردن نیازهای اساسی آنان بکوشد.
طبق قانون اساسی ایران، حکومت تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که با رهبری فقیه جامع الشرایط به عنوان رئیس حکومت می‌خواهد راه سعادت را بپیماید. در جمهوری اسلامی ایران امور کشور با اتکا به آرای عمومی و از طریق انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا اداره می شود و قوه قضاییه نیز به عنوان پاسدار قانون و حقوق مردم ایفای نقش می نماید. دین رسمی ایرانیان اسلام است، اما پیروان زرتشتی، کلیمی و مسیحی اقلیت‌هایی هستند که در بجای آوردن آیین خود آزادند و در رفتارهای شخصی و تعلیمات دینی طبق رسومشان عمل می‌کنند. در قاموس قانون ایران همه مردم از هر قوم و قبیله‌ای که باشند حقوق مساوی دارند و رنگ و نژاد و زبان سبب امتیاز نخواهد بود. از این رو دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به افراد غیر مسلمان نیز با اخلاق حسنه و قسط و عدل رفتار نماید. ای نسیم باد صبا، برگ‌ها را ورق بزن و حکایت کسانی را بازگو که بهشت برین چون فرش بر زیر قدم‌هایشان گسترانده شده است. نیمی از ایرانیان زنانند که رد پایشان در صفحات تاریخ فراوان است. در روزگار حاضر زنان ایرانی در عرصه‌های گوناگون همچون سیاست، اجرای قانون، صنایع، حمل و نقل و مراکز علمی پژوهشی ایفای نقش می‌کنند. زنان ایرانی 1000 تشکل اجتماعی فعال را به ثبت رساندند و دنیا هنوز فراموش نکرده همت زن ایرانی را که به عنوان اولین بانو بر فراز اورست قدم نهاد. روند توسعه ایران در دهه‌های اخیر سریع و مطلوب بوده و صفحه‌ای پرنقش و نگار از تلاش برای آبادانی و عمران در تاریخ ایران معاصر به شمار می‌آید. افزایش سن امید به زندگی یکی از دستاوردهای مهم ایران است. در نتیجه اقدامات و آموزش‌های بهداشتی، اصیل‌ترین شاخص سلامت، سن امید به زندگی، طی 20 سال 1360 تا 1380 10 سال افزایش یافته. قرن 21 قرن فناوری نانوست. قرن نانو قرن سلامتی، صرفه‌جویی و آرامش است.
اکنون ایران پنجمین کشور جهان است که به دانش سلول‌های بنیادی پرتوان دست یافته است. نتایج مطالعات محققان پژوهشکده رویان با درج در مجلات معتبر علمی دنیا مورد تایید مراکز علمی جهان قرار گرفته است و نام ایران در این فناوری پس از کشورهایی چون آلمان، آمریکا، ژاپن و چین می‌درخشد. کسب رتبه نخست تولید واکسن و سرم در خاورمیانه عنوانی است که ایرانیان به سبب تولید بیش از 3 میلیارد دوز واکسن انسانی و دامی در 65 نوع مختلف از آن خود کردند. ایران در سال 2011 با رشد 20% در تولید علم بالاترین نرخ رشد در جهان را به خود اختصاص داده است. طبق برنامه در سال 2015 حدود 9000 دانشمند ایرانی در عرصه علوم زیست فناوری به پژوهش خواهند پرداخت تا رتبه نخستش را در منطقه تثبیت نماید. تولید مجتمع‌های سوخت استاندارد و کنترلی راکتور تحقیقاتی تهران از دستاوردهای مهمی بود که تولید رادیوداروهای مورد نیاز ایران را ممکن ساخت. جمهوری اسلامی ایران در برنامه هسته‌ایش متعهدانه و مسئولانه در قبال ملت خود و جامعه جهانی حرکت می‌کند و تلاش دارد در این مسیر توانایی خود را به صورت قانونمند و منطقی ارتقا بخشد. از این رو ایران نه تنها به معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای پایبند است، بلکه خواست و منفعت آن نیز در گرو دامن نزدن به اشاعه تسلیحات است. بر این اساس تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای مطلوب نظر جمهوری اسلامی ایران نیست و این کشور برنامه هسته‌ای خود را در راستای مصارف علمی، پزشکی، تولید دارو و انرژی دنبال می‌کند، چیزی که عقلاً و منطقاً حق همه مردم دنیاست. دنیا با نام رویانا و حنا که به دست دانشمندان ایرانی شبیه سازی شدند آشناست. یادشان هست ماهواره مصباح و کاوشگر 3 چگونه قلب آسمان را شکافت. همه دیدند آن مسافری را که به فضا رفت و همین روزها بود که به سلامت از سفرش بازگشت. ایران اکنون عضو باشگاه فضایی جهان است. اقتصاد در قاموس شریعت و قانون اساسی ایران وسیله‌ای بیش نیست. از این رو تلاش می شود بنیانهای اقتصادی همچون ابزار در خدمت رشد، تکامل و رفع نیازهای بشر قرار گیرد. تأمین امکانات مساوی و شرایط منصفانه وظیفه‌ای خطیر است که دولت اسلامی باید آن را تحقق بخشد. این موضوع در سند چشمانداز 20 ساله کشور ترسیم شده.
در این میان کشاورزی در رشد و پیشرفت متوازن، مستمر و پرشتاب کشور نقش مهمی دارد. این بخش 20% اشتغال و 14% تولید ناخالص داخلی را شامل می شود. همکنون رشد ارزش افزوده در کشور از 7 به 8.5% رسیده و اولویت اول اقتصادی دولت دستیابی به توسعه پایدار از طریق ساماندهی و ارتقاء شاخصهای اقتصاد است. تمرکز بر جذب گردشگران از سراسر دنیا یکی از اولویت‌های مهم دولت برای توسعه توامان فرهنگ و اقتصاد است. اگر از بلندای پرسپولیس بنگریم، میدانی از نقش جهان را خواهی دید که آوازش همچون شکوه بزرگترین گنبد خشتی جهان در ارگ سلطانیه می باشد. این جاذبه‌های تاریخی ایران را در رتبه 10 دنیا قرار داده است. کافی است لحظاتی میهمان مهمان نوازی ایرانیان باشید تا از جاذبه‌های این دیار حظی وافر ببرید. ایران اکنون دارای 16 مکان تاریخی ثبت شده در فهرست آثار جهانی می باشد. در روزهای آغازین سال 2014 روزنامه‌های دیلی تلگراف و فای نشنال تایمز نوشتند در میان 20 کشور جذاب برای مقصد گردشگری نام ایران در صدر است. جانی بالبی مؤسس یک شرکت متخصص در امور گردشگران انگلستان میگوید تقاضا برای سفر به ایران 30% افزایش یافته و چیزی که مشتریان ما از آن سخن میگویند رفتار دوستانه و برخورد صمیمی مردم ایران است. ایران سرزمین مهربانی هاست، چرا که صفحات تاریخ جهان عاری از اندیشه و عمل طمع ورزانه از سوی ایرانیان است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به مسئولیت‌های فراملی تقید دارد. در این نگاه گفتگو، دوستی و صلح به عنوان استراتژی مهم جای نزاع، خشونت و زیاده‌خواهی را می‌گیرد. جهان عاری از خشونت. این گفتمان پیامی را به جهانیان عرضه می‌کند که در آن صلح و دوستی و گفتگو برترین راه برای رسیدن به تفاهم و تعامل است و این یعنی دنیای عاری از خشونت که ریاست جمهوری اسلامی ایران در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نمایندگان دیگر ملل هدیه کرد. امروز جمهوری اسلامی ایران شما و همه جامعه جهانی را به برداشتن گامی فراپیش می‌خواند. دعوت جهان علیه خشونت و افراطیگری. فرهنگ مهرورزی ایرانیان در منش‌های سیاسی آنها نیز پدیدار است و بر همین اساس گفتمان آنها در عرصه بین الملل متکی بر اصول اخلاقی همچون عدل و انصاف، احترام متقابل، صداقت و دوستی است و از این روست
که بر سردرب سازمان ملل متحد این ابیات از شاعر ایرانی نگاشته شده است که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند آفرین.